سلام و درود، من کامی جیمز هستم و خوش اومدین به چنل خودتون. امروز برگشتم با یه ویدیو خیلی خفن. قرار با هم دیگه بریم یه ویدیو خیلی جالب و خفن رو با هم بگذرونیم. همونجوری که از توی تایتل ویدیو دیدین قرار یه ویدیو خرج کردنی رو با هم بگذرونیم. یادتون نره که ویدیو رو لایکش کنید، چون با این کار تو از من حمایت می‌کنید و با حمایت شما باعث میشه انرژی بیشتری بگیریم و ویدیو بیشتری بذاریم. و بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. 2000 years later. همونجا که داریم میبینین بچه من روی اکانت 1.79 جیم دارم و الان بخوام اسپین بزنم برای دنس ورودی که اومده یا اینکه برم برای گان لولی ببرم بالا، نمیدونم. حالا بریم یه دور بچه ببینیم دنس ورود و این دنس ورود. بذار من قسمت پایینی هم ببینم. بچه اینجا ببینید من این گان لولی رو گرفتم و میخوام ببرم بالاتر لولشو. الان نمیدونم دو دل هستم و نمیدونم اسپین بزنم برای اون یا به اینو بگیرم لولش برام. ولی خب 100% بریم گان لولی رو ببریم بالاتر، چون که این مهمتره. خب بذارین بهتون نشون بدم بچه اینجا شاتگان هم میشم شاتگان بدم بالا، ولی خب من از اون خیلی بیشتر خوشم میاد. و اینکه شاتگانمون اینه و اینجا هم M10 که بچه 5 کوب 50 تا جم میخواد و این از گان لولی. خب بچه همونجور که داریم میبینین 575 تا توکن میخواد برای اینکه مکس کنم M10 ها، ولی خب ما این کارو نمیتونیم بکنیم. ندارم جم دیگه، مجبوریم که بچه همینجا توکن ها رو بگیریم بریم اون گانو مکس کنیم. خب بذارید بزنم بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. وای حاجی 107 تا توکن دمش کم، بازم 107 خب میشه تا لول 3 برد. بذار بریم ببینم 209 تا جم موند برام و توی گردونه میریم اسپی میزنیم و اینو ببریم تا 2. بسم الله الرحمن الرحیم. به عجب گان لولی. بریم ببریم 3 و جان دیگه بیشتر از این فکر نکنم بشه. 690 تا دیگه میخواد که چارج کنم و باشه انشالله توی ویدیو بعدی حالا بخوام گان بعدی اون مکس کنم ویدیوشو میذارم و بریم باشه یک توی گردون هم یه اسپین بزنیم. امیدوارم که یه چیز خوب بهمون بده. باشه عذرخواهی میکنم واقعا این ویدیو کوتاه شد و اینکه حدود 3-4 دقیقه بیشتر نیست این ویدیو و اینکه الان جممون محدود بود و بیشتر از این نمیتونستیم بزنیم و الان باشه 209 تا جم موند و بریم برای این گردونه اسپین بزنیم. امیدوارم یه چیز خوب بهمون بده. بریم که بزنیم 179 تایی 10 تایی که انشالله یه چیز خوب بهمون بده. یه چیز طلایی فکر کنم مفتاد. به حاجی یه چیز جاب یه یخ بیلاخی رو داد به ما. دمش هم بازم همین یخ رو داد. یه از آیتمای اصلی داد بهمون. خیلی خوب یه 19 تایی هم میمونه که بزنیمش و بچه همینجا کل جمعمون تموم شد. بله دیگه اسمش هم تموم شد. ممنون از اینکه بچه تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. دمتون گرم، خیلی خیلی ازتون ممنونم. تا ویدیوی بعدی چقدر بیلاخیه. خب بچه این بود از ویدیو امروز. امیدوارم که لذت کافی از این ویدیو برده باشین. دمتون گرم که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. قلب زدم توی کامنت ها بذارید و تا پات بعدی خدا نگهدار.